نور شاملنگ قادری در میل تو حضرت علی. هویا علی مدد، هویا علی مدد. شاه شاهانی علی، مولای مردانی علی. قوقای هستی هم علی، سردار سرداران علی. هم شور و سرمستی علی. هویا علی، هویا علی. در حلقه رندان جهان و دایره مردان حق، نام مولا علی درخشانترین خورشید کهکشان هستی است و نجوای علی علیه السلام آنچنان در ضیافت عشق به اوج میرسد که عرشیان و جمله خاکیان نیز همراه با مشتاقان عاشق به تکریم آن نازنین میپردازند. مهمانان خاک در رستاخیز نام علی علیه السلام قیام می کنند و خیل دوستدارانش از ازل تا ابد می رقصند. مست ملنگ است نور شاه قادری و نرد عشق می بازد به نام علی. در حبوطی عارفانه می تازد نور شاه ملنگ قادری در پی نام علی و این ملودی به تبرک نام مولا علی علیه السلام جان می گیرد و جان می بخشد به عاشقان حلقه عشق علی و بلوچ تا ابد مستانه می رقصد و کف می زند و آشوب می کند و بلوچستان به تبرک نام شاه مردان، قوت صاحب دلان، شیر یزدان، علی مهربان تطهیر می شود. مبارک است نور شاه ملنگ قادری در میل تو حضرت علی. اشتیاق مردمان پاک نهاد بلوچستان به شخصیت دردانه مولا علی علیه السلام آنچنان است که ریشه در اعماق دارد، اعماق جان و جهان و هستیشان. تربت علی سرمه چشمان بلوچ است و نام علی عزت قوم بلوچ. در جشن‌های شادی بخش و در محفل خلساور مستان روزگار تنها نام علی می درخشد و نوازندگان به حرمت آن نازنین نام متبرک با وضو آواز می‌خوانند و می‌سرایند سروز را. این قطره در زهیرک سیم یا سارنگ هندی نواخته می شود که در وصف مولا علی علیه السلام و به امید دیدار حضرتشان شاعران دیوانها سرودند و نوازندگان آهنگها نواختند. این ملودی برای اولین بار توسط پیربخش زنگشاهی، پدر بزرگ مادری استاد رسول بخش زنگشاهی ساخته و پرداخته و اجرا شده است. ریتم بلوچی این ملودی شاد و مفرح است. صحبت بسیار زیبا که در میان خواص و عوام مردم بلوچستان رواج دارد و بیشتر مردان در حلقه بین 10 تا 100 نفره گرد هم می آیند و به همراه موسیقی دهل و سرنا شادمانان را اجرا می کنند.
کنید.